بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت دیگری از برنامه منهاج السنه در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان، کارشناس محترم علوم اسلامی و یکی از برنامه سازان شبکه جهانی وصال حق، که قبل از همه چیز خدمت جناب حضرت مولانا عرض سلام و ادب دارم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. منم متقابلا خدمت شما و همچنین تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت شما خواهم. بارک الله فیکم. جناب مولانا، ما هنوز هم در الوجه الرابع هستیم از کتاب منهاج الکرامه ابن مطهر حلی و ادعایی که در مورد امامت ائمه اهل بیت کرده و گفته که ما مذهبمون را از ائمه معصومین گرفتیم، از کسانی که مشهور هستند به علم و فضل و زهد و ورع و تقوا، و ادعای دیگر که بیشتر این مسائلی که ذکر میکنه، حلتها و آیه تطهیر و ایجاب موده و آیه ابطال و غیره، و اینکه حضرت علی در شبانه روز بیش از 1000 رکعت نماز میخوندن و همه اینا، از اینا بوی غلو و افراط میاد. اگر دوست دارید در یک جنبندی کلی از برنامه هفته گذشته خدمت بینندگان بشه و به ادامه مطلب بپردازیم. من هفته گذشته این موضوع رو مطرح کردیم که آقای ابن مطهر حلی برای این که اثبات بکند که ائمه شیعه برتر هستند از ائمه اهل سنت و الجماعت، یا به تعبیری این مطلب رو بیان بکند که شیعیان حقیتشون و حقانیتشون و فرقه ناجی بودنشون به این خاطر است که از ائمه هدا و ائمه هدایت پیروی میکنن و دلایلی رو که برای امامت این ائمه در واقع ذکر کرده بود. اما از فضایلی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه داشتند که فراتر از این فضایلی که آقای حلی ذکر کرده است، اهل سنت و الجماعت در کتب خودشون ذکر کردن، منتها مطلق این فضائل دلیل بر افضل بودن و برتر بودن ایشان یا دلیل بر امامت بلافصل ایشان نمی شود. و همچنین دلایلی رو آورده بود که یعنی همون گونه که عرب ها میگن حتی زنی رو که بچهش مرده هم در واقع در سوگ هست، اینا به خنده میاندازند. یکی از دلایل افضلیت علی رو این قرار داده بود که مثلا حضرت علی رضی الله تعالی عنه در شبانه یا در 24 ساعت 1000 رکعت نمازی میخوند، که این مسائل رو ما بررسی کردیم که اینها به هیچ عنوان نمیتوانند دلیل بر امامت حضرت علی رضی الله تعالی عنه باشند، گرچه ما معتقد هستیم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه یکی از ائمه اهل سنت و الجماعت هستند و همچنین یکی از خلفای اربعه اهل سنت و الجماعت هستند که روایاتی که اهل سنت از حضرت علی رضی الله تعالی عنه و همچنین از حسن و حسین در کتاب خودشون نقل کردن، از حضرت فاطمه بیشتر از روایاتی است که شیعه در این زمینه نقل کردن. و عملا اهل سنت و الجماعت دینشون و فقهشون و اعتقادشون با عمل و گفتار ائمه اهل بیت رضی الله تعالی عنهم اجمعین نزدیکتر هست و همسوتر هست تا نسبت به شیعه. اهل سنت و الجماعت همیشه در استدلال‌های خودشون مصدر و منبع اولیشون قرآن کریم هست، آیاتی که صریح باشند در موضوع از آن استدلال میکنند و بعد از آن از روایاتی که هم صحیح باشند و هم صریح باشند. اینها میتوانند مستند اهل سنت و الجماعت در باب عقیده قرار بگیرند و همچنین در باب مسائل شرعی و فقهی. اما برعکس میبینیم که شیعه فقط و فقط از آیات قرآن وقتی که بررسی میکنیم درباره امامت حضرت علی رضی الله تعالی عنه، حتی یک آیه صریحی که دلالت بر امامت ایشان بکنه وجود نداره. در مورد روایاتی که اهم از اهل سنت نقل میکنند و اهم از روایاتی که نزد شیعه هست، به روایت صریح و صحیحی که مستقیما اعلام بکنه که علی خلیفه بلافاصل و جانشین بلافاصل رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، که هم صحیح باشه و هم صریح باشه و بدون معارض باشه، شیعه چنین دلیلی رو در واقع نه از قرآن دارن و نه از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. اهم از روایات شیعه یا اهل
سنت که هر دوتا رو کنار هم بگذاریم میبینیم که هیچ گونه دلیل صریحی و صحیحی بر امامت حضرت علی رضی الله تعالی که امام بلافصل و خلیفه و جانشین بلافصل رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند نیست. منتها آقای ابن مطهر میاد در مقابل از چنین دلایلی که واقعا خنده آور هست از این دلایل برای اثبات امامت حضرت علی رضی الله تعالی عنه استفاده میکنند و هدف ما در این مباحث نفی امامت، نفی فضیلت، نفی بزرگواری حضرت علی رضی الله تعالی عنه نیست. ما در تمام کتاب‌های روایی و حدیثی خودمون ابواب مختصی رو داریم برای بیان فضائل حضرت علی رضی الله تعالی عنه و برای تک تک برای تمامشون، برای نه تنها برای حضرت علی، برای حسن، حسین، فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنهم اجمعین و اضافه بر این عموها و عموزادگان رسول الله صلی الله علیه و سلم. قبل از این که شیعه کتابی داشته باشه، شیعه تالیفی بکنن، شیعه روایاتی رو جمع آوری بکنن، اهل سنت و الجماعت در زمان ائمه شیعه این روایات خودشون رو جمع آوری کردن، سره رو از ناسره کاملا جدا کردن و صحیح و سقیمشون کاملا مشخص است. با هم انشالله می‌پردازیم در این برنامه و برنامه‌های دیگر بر نوع استدلال‌هایی که آقای ابن مطهر برای اثبات حقانیت مذهب خودش و اثبات امامت حضرت علی می‌کند و جواب و پاسخ علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه رو در این زمینه هم میشه. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز و گرامی، اگر دوستانمون در اتاق فرمان بتونن نشون بدن این صفحه رو، این صفحه 52 کتاب منهاج الکرامه هست که من این صفحه رو انشالله خدمت شما عزیزان نشان خواهم داد در مورد اثبات این که میخوان با غلو و افراد امامت حضرت علی رو ثابت بکنن. این الوجه الرابع است که ابن مطهر علی آورده در اینجا در کتابش و این مطالبی که ما قبلا بهش اشاره کردیم و در ادامه همین غلو و افراطی که در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه داره در صفحه 53 این مطلب رو جناب استاد ذکر میکنه که و ظهرت عنه معجزات کثیره حتی ادعا قوم فیه الربوبیه. در مورد معجزات حضرت علی صحبت میکنه که شون معجزات فراوان دارن. با البته این کلمه معجزات ما بیشتر نسبت به پیامبران در دین اسلام مطرح شده و همچنین ادعا میکنه که خیلی از مردم و بعضی از اقوام در مورد ایشون حتی به حد ربوبیتشون رو رساندن. یعنی آیا کسی را انسان خدا دانستن، به حد ربوبیت پرستش کردن دلیل میشه برای امامت؟ اگر اینطوری باشه پس لاتوزا هم امام هستن برای مردم. قطعا این من عرض کردم که از آنجایی که دلیلی که مستند باشه از قرآن باشه یا احادیث رسول الله، حدیث صحیح و صریح و بلا منازی باشه وجود نداره. بدین خاطر آقای ابن مطهر هلی که جزء نخستین نظریه پردازان امامت هست که به صورت مفصل در این زمینه کتاب نوشتند و در واقع رد کردند بر اعتقادات اهل سنت و الجماعت، میبینیم که از چنین دلایلی استدلال میکند که این دلایل نه تنها نمیتوانند که اثبات فضیلتی حتی برای حضرت علی باشه مانند 1000 رکعت خوندن، بلکه بنابر روایاتی که من در هفته گذشته هم اینا را روی آنتن نشان دادم به بینندگان عزیز، این دلیل بر عدم کرامت و عدم پیروی علی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اون گونه که در کتابای خودش در اصول کافی و کلینی در کتاب خودش اینا را آورده بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کرده بودند حضرت علی رضی الله تعالی عنه را که بر سنت رسول الله خصوصا در نماز که تعداد 50 رکعت در شبان روز باید مقید باشه. اما آقای هلی ادعا میکرد که و میکند که حضرت علی رضی الله تعالی عنه در شبان روز 1000 رکعت نماز میخوند. این نه تنها دلیلی برای اثبات کرامت است بلکه برای اثبات مخالفت حضرت علی با فرامین و توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یکی دیگر از این قبیل ادعاهایی که میکند و دلیل بر حقانیت شیعه اینو برمیشمارد این است که وظهرت منه معجزات کثیره، که از حضرت علی رضی الله تعالی عنه معجزات فراوانی سر زده.
همون گونه که شما اشاره کردید این کلمه معجزات اساساً و در اصل برای پیامبران استعمال میشه، یعنی یک پیامبری که از جانب الله متعال مبعوث شده و به رسالت فرستاده شده برای اثبات رسالت و پیامبری خودش کارهای خارق العاده رو انجام میدهد که کسی غیر از پیامبران نمیتونن چنین کارهایی رو انجام بدهند. منتها علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه از آنجایی که واقعا انسان واقع بینی هست، دنبال حقایق هست و ردودش یک ردود علمی هستند، به این نکته زیاد نپرداخته. فقط یک مطلبی رو در اینجا اشاره کرده که میگوید فکأنه یسمی کرامات الاولیاء معجزات. گویا که آقای ابن مطهر منظورش کرامات هست و کرامات اولیاء را معجزات میشمارد. میگه و هذا اصطلاح لکثیر من الناس، بله بسیاری از مردم هستند که مانند ابن مطهر هستند و حتی کرامات اولیاء را هم اسم معجزه گذاشتن. ما چندان به این مطلب دیگه نمیپردازیم. میگوید که فیقال علی افضل من کثیر ممن له کرامات، اما جوابش اینه که حضرت علی رضی الله تعالی عنه از بسیاری انسانهایی که کرامت دارند بالاتر هست. تنها دلیل این که حضرت علی رضی الله تعالی عنه کرامت داشته ما خب قبول داریم که شما میگیم معجزه، ما میگیم کرامت. در این به اصطلاح یک اصطلاح هست لا مشاهده فی الاصطلاح. پس بنابراین حضرت علی رضی الله تعالی ما معتقد هستیم از بسیاری کسانی که کرامت داشتند، بسیاری از مردم هم کرامت داشتند، از اولیا، حتی از شیعیانی که امروز هستند. مگر شیعیان امروز برای علمای خودشون، برای مراجع خودشون، برای بسیاری امروز هم که هست معتقد به کراماتی هستند که اینها اولیاء الله هستند و کراماتی رو دارن. ابن تیمیه رحمت الله علیه میفرماید که علی افضل هست و برتر هست از بسیاری کسانی که کرامت دارند. والکرامات متواترة عن كثير من عوام اهل السنه الذين يفضلون ابا بکر و عمر على علی. از عوام اهل سنت ما این به تواتر رسیده که بسیاری از اونها کرامت دارند. حتی در میان شیعیان هم به تواتر رسیده که وقتی که نقل میکنند فلانی 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 کرامات خیلی زیادی رو داشتند. پس بنابراین همون گونه که علی کرامت داشته بقیه هم کرامت داشتند. منتها ما معتقد هستیم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه از کسانی که کرامت داشتند از بقیه بالاتر، از بسیاری از مردمی که کرامت داشتند علی رضی الله تعالی عنه از اونها بالاتر است. فکیف لا تکون الکرامات ثابته لعلی، زمانی که شما معتقد هستید که در واقع مراجع شما کرامت دارند یا افراد عموم انسانهای اولیاء الله و عبادت گزاران اینها کرامت دارند، پس چگونه شما انتظار دارید کرامات برای حضرت علی ثابت نباشه؟ به طریق اولا این در واقع کرامت برای حضرت علی رضی الله تعالی عنه ثابت است. منتها ولیس فی مجرد الکرامات ما يدل على انه افضل من غیره. اما این که یک فردی کرامت داشته باشه این دلیلی نیست که حتما بر تمام مردم برتر و فضیلت بیشتری رو دارد. امکان دارد کسی که بیشتر از حضرت علی رضی الله تعالی عنه کرامت داشته باشه، مانند بسیاری از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابوبکر، عمر و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین. خب در این مطلب حضرت ابن تیمیه رحمت الله علیه یعنی مطلب رو گویا قبول کرده که بله ما میپذیریم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه مناقبی رو داشتن، در واقع کراماتی رو داشتن، گرچه که شما به اسم معجزه اینها رو مطرح میکنید، اما مجرد این که حضرت علی کراماتی رو داشته باشه این دلیل برتری بر افراد دیگر نیست، زیرا که بسیار از انسان عادی همین کرامت ها رو داشتن. حتی وقتی که ما بخوایم صحبت بکنیم با شیعیان بحث صورت بگیره در قضیه امامت، وقتی میخوان امامت رو ثابت بکنن میرن رو همون احادیثی که در کتب اهل سنت اومده و در باب فضائل سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ذکر شده، مثل انت منی به منزلت هارون من موسی انا مدینه العلم علی بابا، یا روایات دیگری که در مورد سیدنا علی هست. یعنی میان دلایلشون از فضیلت میخوان اثبات بکنن امامت رو. بله، تمام این روایاتی که تقریبا شما بهش اشاره کردید به استثناء انا مدینه العلم و علی بابا که این یک روایت موضوع هست، منتها در کتاب‌های اومده نزد اهل سنت و الجماعت که تاکید کردند و نشاندهی کردند که این روایت جز روایات ساختگی هست که شیعه در واقع این رو ساختن و پرداختن. و دلایل دیگری که استنباط میکنن برای امامت حضرت علی رضی الله تعالی عنه یا دلایلی هست برای فضایل حضرت علی رضی الله تعالی
تعالی عنه، بیان مناقب ایشان هست، افتخاراتی که ایشان در صدر اسلام داشتن و کسی منکر این نوع موارد نیست، بلکه صحیح ترین طرق فضائل حضرت علی رضی الله تعالی عنه که نقل شده همین طرق و روایات اهل سنت و الجماعت است. و منتها دلایل دیگری که میارن برای امامت، مانند معروف ترین حدیثی که حدیث منزلت هست یا حدیث دار به صلاح یا حدیث من کنت مولاه یا این حدیثی که شما اشاره کردید، اینها رو انشاءالله در ادامه آقای هلی از این روایت استدلال خواهد کرد و ما در زمانش انشاءالله به پاسخ ابن مطهر هلی و بقیه شیعان در این باره انشاءالله خواهیم پرداخت. منتها نکته‌ای که در اینجا اشاره کردید شما این است که یکی از دلایل برتری حضرت علی رضی الله تعالی عنه از دیدگاه ابن مطهر هلی این است که میگوید که و ظهرت منه معجزات کثیره حتی ادعا قوم فیه الربوبیه و قتلهم، که بسیاری از مردم، یک گروهی از مردم، یک طیفی از پیروان حضرت علی و شیعیان ایشان مدعی شدند که حضرت علی رضی الله تعالی عنه خداست، یعنی در حد ربوبیت حضرت علی رضی الله تعالی عنه را رساندند و قتلهم و حضرت علی اونها را کشته. گویا که این هم یکی از دلایل امامت و برتری حضرت علی رضی الله تعالی عنه میداند و گویا که این اشاره را میکند که تا نباشد چیزی که مردم نگویند چیزها. وقتی که حضرت علی رضی الله تعالی این همه معجزات را داشته که مردم دربارش گفتند که خدا هست، به مقام خدایی رساندن، حتما یک مقام بسیار بالایی رو در واقع داشته و این دلیل برتری و افضلیت حضرت علی رضی الله تعالی عنه است. در اینجا علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه در یک جمله بسیار کوتاه این نکته را این گونه معرفی می‌کند، میگه فهذه مقاله جاهل فی غایة الجهل، این نظر و این گفته و این استدلال یک فرد جاهلی هست که در آخرین درجات جهالت وجود داشته باشه. یعنی جاهل ترین انسان نمیتونه چنین استدلالی رو در واقع بکنه و چنین ادعایی بکنه که این که اگر درباره یک کسی ادعای ربوبیت شده باشد یعنی این که دلیل بر فضیلت و بزرگیش هست. همون گونه که شما اشاره کردید انسان‌های گمراه استدلال کردند و ادعا کردند که بسیاری از بت‌ها مقام خدایی رو دارند، درباره عزیر یا درباره کسان دیگر که در طول تاریخ اقوام گمراهی و کافرانی در واقع ادعای ربوبیت و الهی کردن. منتها قبل از این که من به این مطالب و پاسخهای حضرت علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه میپردازم به این مقوله درباره غلوی که درباره ائمه شده که چه کسانی بودند که معتقد به الوهیت حضرت علی رضی الله تعالی عنه بودند و گویا و شاید شما این تصور رو داشته باشید کسانی که مدعی ربوبیت حضرت علی رضی الله تعالی عنه بودند یک گروهی از شیعیانی بودند که امروزه وجودی ندارند و در زمان گذشته بودند. حضرت علی رضی الله تعالی اونها را از بین برده و امروزه وجود خارجی رو ندارند، گرچه امروزه خود این گروه به عنوان گروهی که به اصطلاح علی رو خدا میدانند امروزه هم وجود دارند و گرچه تعدادشون اندک هست و منتها خود روایاتی که شیعه امروز دارند، شیعیان اثناعشری، تمام اعتقادات شیعیان غالی و شیعیان افراطی پیروان عبدالله ابن سبا امروزه در کتاب‌های شیعه اثناعشری وجود داره. هیچ موردی از مواردی که غلو بوده، افراد بوده درباره حضرت علی رضی الله تعالی عنه، اعم از خدا دانستن ایشان، رب دانستن و معبود دانستن حضرت علی رضی الله تعالی عنه تا بقیه صفات الهی و ربوبیتی که به حضرت علی رضی الله تعالی عنه دادند، تمام این روایات امروزه در کتاب‌های شیعیان اثناعشری وجود دارند. به تعبیر دیگر شیعیان اثناعشری امروزه یکی از معروفترین فرقه های غلات هستند. من به خاطر اینکه این مطلب واضح‌تر بشه فقط یک تعدادی از کتاب‌های شیعه رو که ادعای ربوبیت کردن برای حضرت علی رضی الله تعالی عنه یا صفات الوهیت رو و ربوبیت رو به حضرت علی رضی الله تعالی عنه دادن خدمت شما انشاءالله نشاندهی میکنم. یکی از تفاسیر شیعه که بسیار معروف است در این زمینه و در تمام کتابخانه‌های شیعه وجود دارد کتاب تفسیر صافی هست. کتاب تفسیر صافی که من جلد 4 رو در اینجا در اختیار دارم، مال فیض کاشانی هست. اگر دوستان این صفحه رو نشان بدن، تفسیر صافی فیض کاشانی جلد 4 هست، طبعة الکامله منشورات ذوالفقار که اینو در واقع چاپ کردن. در اینجا در باب و در سوره فرقان
و آیه 55 سوره فرقان هست و آیه 55 هست، آیه هست به این عنوان که و یعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم و کان الکافر علی ربه ظهیرا. یظاهر الشیطان فی العداوة والشرك فی البصائر، نقل میکند از بصائر عن الباقر علیه السلام انه سئل عنها، که امام باقر رو از این آیه پرسیدند که منظور از این آیه چی هست. فقال تفسیرها فی بطن القرآن علی هو ربه فی الولایة، که حضرت بطن قرآن، تفسیر این آیه در بطن قرآن این است که یعنی رب حضرت علی رضی الله تعالی عنه است. علی هو ربه فی الولایه، یک تعبیر جدیدی هست در اینجا که اینو مشخص کردند و ادعا کردند که علی رب الولایت است، یعنی رب مردم هست در باب ولایت. و دوباره رب رو توضیح میدهد که هو الخالق الذی لا یوصف، منظور از خالق اون خالقی هست، از منظور از رب خالقی هست که هو الذی لا یوصف، قابل توصیف در واقع نیست. اما اینو صراحتا در اینجا آورده که منظور تفسیر از علی رب که در این آیه اومده تفسیرها فی بطن القرآن علی هو ربه فی الولایت. منتها در باب این که در میان کتاب‌های شیعه که امروزه وجود دارند می‌بینیم که فقط این مطلب را وقتی که میآورند ادعا می‌کنند که این در واقع تفسیر باطنی قرآن هست. این همون روایات را که در زمان غلات وجود داشته همون تفسیرات را میآورند، منتها با یک پسوندی یا پیشوندی که منظور از این یک چیز دیگر بوده که انسان عادی این مرتبه را متوجه نمی‌شدند. این منظور از رب فی الولایه هست، رب و خالق و آفریدگار هستی در واقع نیست. و همچنین در کتاب بحار الانوار، دوستان اینو نمایش بدن، کتاب بحار الانوار هست و جلد هفتم و هشتم این کتاب، و در جلد هفتم صفحه 195 چاپ قدیمی که در اینجا اشاره شده به اون روایت 60 و جا فی باطن تفسیر اهل البیت، در باطن تفسیر اهل بیت، یعنی تمام قرآن یک تفسیر داره که باطن هست و یک تفسیری دارد که ظاهر است. اون چیزی که شما از ظاهر قرآن میفهمید این مراد نیست، بلکه باطن قرآن در واقع مراد هست. در باطن قرآن چی هست تفسیر این آیه؟ و جاء فی باطن تفسیر اهل البیت ما یؤید هذا التأویل فی تأویل قول تعالی قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا قال هو يرد الى امیر المؤمنین فيعذبه عذابا نكرا، که اون کافر رو در واقع برمیگردانند به حضرت امیرالمؤمنین و حضرت امیرالمؤمنین اونش در واقع عذاب میکند. و این آیه صراحتا در اینجا آمده که یرد الی ربه، که این انسان کافر و ظالم در روز قیامت به نزد پروردگارش در واقع برگردانده می شود. این در این دوتا مصدر و همچنین در جاهای دیگری ادعا شده که خود لفظ رب رو تفسیرش کردن به حضرت علی رضی الله تعالی عنه. اما در مورد صفات خدایی که برای حضرت علی رضی الله تعالی عنه قائل شدن، همچنین در کتاب‌های زیادی این مطلب اومده و بسیار زیاد هست واقعا در این زمینه. به طور مثال در همین کتاب بحار الانوار جلد 39 و 40 این کتاب بحار الانوار جلد 39 و 40 و جلد 39 هست که این باب رو، این مطلب رو در اونجا ذکر کرده و صفحه 348 این صفحه که در اینجا زده صفحه 348 از جلد 39 مطلب در اینجا هست تحت روایت شماره 20 که در اینجا آورده، شماره 20 هست و این روایت رو در اینجا آورده. وقال علیه السلام، یک مطلبی رو از حضرت علی رضی الله تعالی در اینجا نقل میکند. وقال علیه السلام انا دحوت ارضها و انشأت جبالها و فجرت عیونها و شققت انهارها و غرست أشجارها وأطعمت ثمارها وأنشأت سحابها وأسمعت رعدها ونورت برقها وأزحيت شمسها وأطلعت قمرها وأنزلت قطرها ونصبت نجومها وأنا البحر القمقام الزاخر وسكنت أطوادها وأنشأت جوار الفلك فيها وأشرقت شمسها وأنا جنب الله وكلمته وقلب الله وبابه الذي يؤتى منه ادخلوا الباب سجدا أغفر لكم خطاياكم و ازید المحسنین و بی و علی یدی تقوم الساعه و فی یرتاب المبتلون و انا الاول والآخر والظاهر والباطن و بكل شیء علیم. دقیقاً همون صفاتی که الله متعال داره تمام این صفات رو چی گذاشتن؟ هیچ صفتی رو مطلقاً شما پیدا نمی کنید که در قرآن کریم برای الله متعال ذکر شده باشه که برای حضرت علی ذکر نشده باشه.
تمام صفاتی رو که خداوند متعال، یعنی معیار خدایی هست، نشانه اله بودن و معبود بودن الله متعال هست، تمام این صفات برای حضرت علی رضی الله تعالی در کتاب‌های شیعه ذکر شده. میگه من زمین رو پهن کردم، من کوه‌ها رو به وجود آوردم، من چشمه‌ها رو جاری کردم، من نهرها رو شکافتم، من درختان رو کاشتم، من میوه‌ها رو در واقع درختان رو بارور کردم، من این سحاب و ابرها رو پدید آوردم، من این صدای رعد صدای من هست، من اینو میشنوانم به شما، من هستم که این صدای برق رو نور برق رو شما میبینید، نورت و برقها و از حیط و شمسها، خورشید رو من روشن کردم، ماه رو من تابان کردم، باران رو من نازل کردم، ستارگان رو من نصب کردم، من دریای بسیار گسترده و پرباری هستم، من هستم که این کوه ها و اطواد رو در واقع گذاشتم، من هستم که این کشتی ها رو در دریا حرکت میدهم، من هستم که خورشید رو روشن کردم، من جنب الله هستم، من پهلوی خدا هستم، من کلمه الله هستم و قلب الله، من قلب الله هستم. جالب اینجاست که این ادعا در هیچ جایی نیومده، در هیچ کتاب‌هایی، در قرآن، در هیچ جای دیگه ما این تعبیر رو نداریم که الله متعال در واقع یکی از بندگانش رو بگوید که فلانی مثلا قلب الله متعال است، که حضرت علی در اینجا ادعا بکنه که من قلب الله متعال هستم، این که الله متعال قلبی رو در واقع داشته باشه. خب اگر واقعا قلب الله هست، پس این قلب الله امروزه در کوفه در واقع دفن شده که حضرت علی رضی الله تعالی، گرچه بسیاری معتقد هستند که حضرت علی رضی الله تعالی اصلا فوت نکرده و دوباره باز خواهد گشت و زنده هست، همون صفاتی رو که در حالت زندگانی داشته چند برابر اون صفات رو امروزه در زیر خاک در واقع دارد. و بابه الذی یؤتی منه، من دروازه خدا هستم. در اون حدیثی که شما اشاره کردی حضرت علی رضی الله تعالی ادعا میکنه که من باب رسول الله هستم، یا انا مدینه العلم و علی بابها. اینجا گذاشته از باب، این که باب علم پیامبر باشه، باب و دروازه خدا هم هست. ادخلوا الباب سجدا. این روایت بسیار زیاد هست، اگر بخوام این مطالب رو بررسی بکنیم بسیار زیاده. و فقط یکی از دیگر از مراجعی که در این زمینه این روایات رو آوردن کتاب مشارق و انوار الیقین هست، حافظ رجب برسی، صفحه 268 و 270 که این کتاب من در اختیار من نبود، من از مکتبه و کتابخانه اهل بیت این مطلب رو در واقع چاپ کردم. اگر دوستان اینو نمایش بدن، کتابخانه اهل بیت هست، نسخه دومش ما در اختیار داریم، کتاب مشارق و انوار الیقین حافظ رجب برسی، صفحه 268 و 270. در اینجا تمام صفات خدایی را و صفات الهی رو برای حضرت علی رضی الله تعالی عنه در واقع ذکر کرده. انا ذلك الكتاب الذي لا ریب فیه، قرآن یعنی حضرت علی، در ابتدای قرآن ذلك الكتاب لا ریب فیه حضرت علی هست. انا الاسماء الحسنى التي امر ان يدعى بها، اسماء حسنای خدا حضرت علی هست. یعنی تمام صفاتی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه داشتن، این در واقع همین صفات الله متعال دارن. تمام صفات و اسماء خداوند متعال همین اسماء حسنا هستند. در یک کلمه حضرت علی ادعا کرده که تمام اسماء الحسنا من هستم. از این فراتر دیگه چی برای خداوند متعال چی میماند؟ انا صاحب نوح و منجیه، من هستم که نوح رو نجات دادم، من هستم که ایوب را در واقع شفا دادم، ایوب المبتلا و شافیه. انا اقمت السماوات به امر ربی، آسمانها رو من برپا کردم. انا صاحب ابراهیم، رفیق ابراهیم، همراه ابراهیم من هستم. انا سر الکلیم، انا الناظر فی الملکوت، انا امر الحی الذی لا یموت، حی الذی لا یموت الله متعال هست. انا ولی الحق علی سایر الخلق، من ولی حق هستم بر سایر خلق. انا الذي لا يبدل القول لدي، این تعبیر صریح قرآن، لا يبدل القول لدي، این خداوند متعال درباره خودش میگه. اینجا حضرت علی میگوید که انا الذي لا يبدل القول لدي و حساب الخلق الی، انا المفوض الی امر الخلائق، انا خلیفة الاله الخالق، انا سر الله في بلاده و حجته على عباده، انا امر الله الى آخر. انا ارسیت الجبال الشامخات و فجرت العیون الجاریات، انا غارس الاشجار و مخرج الالوان والاثمار، و انا مقدر الاقوات، انا ناشر الاموات، زندگان رو من در واقع دوباره مردگان رو من زنده میکنم. انا منزل القطر، انا منور الشمس والقمر والنجوم، انا قيم القيامه، انا القيم الساعه، انا الواجب له من الله الطاعه، انا سر الله المخزون، انا العالم بما كان وما يكون، انا صلوات المؤمنین و صيامهم. میگه من نماز مؤمنان، روزه مؤمنان در واقع من هستم. انا مولاهم و امامهم، انا صاحب النشر الاول والآخر،
أنا صاحب المناقب والمفاخر، أنا صاحب الكواكب، أنا عذاب الله الواسب، أنا مهلك الجبابرة اول، من جباران گذشته رو، اقوام گذشته رو من هلاک کردم. انا مزیل الدول، من هستم که دولت ها رو از بین میبرم. انا صاحب الزلازل و الرجف، من صاحب زمین لرزه ها و زلزله من هستم که این امور رو ایجاد میکنم. انا صاحب الکسوف و الخسوف، کسوف و خسوف کار من هست. انا مدمر الفراعنه بسیفی، من هستم که فرعون ها رو با شمشیر خودم از بین میبرم. انا حامل العرش مع الابرار، حامل عرش من هستم در کنار ابرار. انا صاحب الکتب السالفه، صاحب کتاب های قبلی همش من هستم. انا باب الله الذي لا يفتح لمن كذب به ولا يذوق الجنه، من صاحب من باب الله هستم که هر کسی که تکذیب بکند به حضرت علی در واقع این دروازه براش باز نمی شود. انا الذي تزدحم الملائکه على فرشی، من هستم که فرشتگان همیشه روی فروش من و لحاف من جمع می شوند. انا صاحب بدر و حنین، انا الطور، انا الكتاب المسطور، انا البحر المسجور، انا البيت المعمور، انا الذي دعا الله الخلائق الى طاعتي فكفرت وأصرت فمسخت وأجابت أمة فنجت وأزلفت. وأنا الذي بيدي مفاتيح الجنان وخالد النيران كرامة من الله. أنا مع رسول الله في الأرض وفي السماء. أنا المسيح حيث لا روح يتحرك ولا نفس يتنفس غيري. أنا صاحب القرون الأولى. أنا الصامت ومحمد الناطق. اینجا میگه من صامت هستم و محمد ناطق است، یعنی ادعای پیامبری در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که من صامت هستم و محمد ناطق است، یعنی همون مقامی رو که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن دقیقاً همون مقام رو حضرت علی داشته، به استثنای یک فرق که حضرت رسول الله ناطق بوده اما حضرت علی صامت بوده، چیزی رو نمیگفته. انا جاوزت به موسی البحر، من بودم که موسی رو از دریا گذراندم. و اغرقت فرعون و جنوده، فرعون رو غرق کردم. و انا اعلم هماهم البهائم و منطق الطير، صحبت فرشتگان رو، صحبت حیوانات رو من میفهمم. و منطق الطير. انا الذي اجوز السماوات السبع والارضین السبع فی طرفة عین، من هستم که در یک چشم هم زدن میرم به آسمان ها و تمام اینها رو در واقع طی میکنم. انا المتکلم علی لسان عیسی فی المهد، در زمانی که عیسی در گهواری بود صحبت کرد، عیسی نبود صحبت کرد، من بودم به جاش صحبت میکردم. انا الذي يصلي عیسی خلفی الی آخر، یعنی مطالب بسیار زیادی رو در اینجا نقل کرده. یعنی از این بالاتر غلوی رو و افراطی رو درباره حضرت علی رضی الله تعالی عنه شما بالاتر چه چیزی رو میتوانید تصور بکنید؟ هیچ یکی از صفات خدایی رو و صفات الله متعال و نامهای الله متعال، اسماء حسنای الله متعال نگذاشتن مگر که این آوردن نسبت دادن به حضرت علی رضی الله تعالی عنه، آن هم از زبان حضرت علی رضی الله تعالی عنه. و وقتی هم که برمیگردیم و اینها رو مطرح بکنیم که شیعه چنین و چنان گفته، میگه نه اینها یک باطنی دارند و یک ظاهری دارند، شما اینها ظاهر اینها رو در واقع باطنی اینها رو نمیدونید. خب ظاهر اینها برای خداوند متعال هست. تمام این صفاتی که در اینجا آمده الله متعال این صفات را جزء صفات اختصاصی خودش قرار داده در قرآن و به عنوان دلیل الوهیت و ربوبیت خودش ذکر کرده که تمام این موارد را امروز ما میبینیم که شیعیان برای حضرت علی رضی الله تعالی عنه و دیگر ائمه‌شون در واقع ذکر کردن. بله، جزاکم الله خیر. واقعا یعنی آدم میمونه که در مقابل این غلو و افراط اینها چی بگه. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در نهج البلاغه سخن جالبی دارن، میفرمایند که هلک فی رجلان، دو مرد در مورد من به هلاکت رسیدن. هلاکت وقتی در اقوال سلف امت ذکر بشه یعنی نابودی و بربادی دین، یعنی افتادن به جهنم. محب غال و مبغض قال، اون کسی که به دلیل محبت زیاد غلو کرد و افراط کرد، با اون کسی که به خاطر بغض و عداوت با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در مورد ایشان حرفایی گفت. و حتی وقتی ما ببینیم در بین مسیحیت و یهودیت و ادیان و مذاهبی که قبل از اسلام بودند، سبب گمراهی و باطل شدن این ادیان و مذاهب این بود که در مورد انبیای خودشون همین غلو و افراط رو کردن و هدف هم محبت بیش از اندازه و افراط بود. مسیحی ها هیچ وقت دشمن حضرت عیسی نبودن وقتی ادعا کردن که عیسی پسر خداست، یعنی اینو از محبت بیش از اندازه ایشون رو به حدی رساندن، گفتن که بله ایشون رو از مقام بندگی به مقام ربوبیت رساندن. دقیقا همین کاری که
شیعیان در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه انجام دادن. جناب استاد جالب بود، من وقتی شما این مطلب رو اشاره می‌کردید من داشتم دنبال یکی از این مطالبی که شما اشاره کردید میگشتم، مطلبی رو پیدا کردم از تفسیر عیاشی خیلی جالب. میگه در تفسیر آیه ولا یشرک به عبادت ربه احدا گفته که یعنی التسلیم لعلی رضی الله عنه ولا یشرک معه فی الخلافه من لیس له ذلك ولا هو من اهله. حتی آیات شرک و توحید رو هم به علی تفسیر کردن، صفات الله سبحانه و تعالی رو که به علی دادن و در آسمان و زمین هرچه حوادثی که رخ میده به دست حضرت علی است، چه خوب چه بد، و شرک و توحید هم که علی است. پس الله سبحانه و تعالی چیکار است در این وسط؟ از دیدگاه شیعه یعنی واقعا یعنی اون گونه که از کتابهاشون برمیاد، این در واقع باید گفت که شیعه امروز عملا معتقد هستند که الله متعال العیاذ بالله بازنشسته شده. یعنی شما ببینید تمام صفات خدا وقتی که به حضرت علی رضی الله تعالی عنه داده می شود، یا عملا شما باید بررسی بکنید و شما شیعیان عزیز و ارجمندی که در جامعه شیعه هستید و می بینید، شما نگاه بکنید در جامعه شما زمانی که شیعیان سر قبر می روند، سر قبر حضرت علی، حسن، حسین یا بقیه قبرها و بارگاه هایی که درست کردن، در اونجا اخلاص شیعیان بیشتر هست، تضرعشون بیشتر هست، بیشتر اشک می ریزند، یا وقتی که در خانه خدا بروند. وقتی که در خانه خدا می روند که در مسجد هست، می بینیم مساجد خالی هست، کسی نیست که در مساجد نماز بخواند. وقتی که به خانه خدا هم بروند، در خانه کعبه و بارها اهل سنت و الجماعت دیدن مشاهده می کنند که کمترین کسانی که در هنگام در حج و عمره عبادت می کنند و نماز می خوانند و در مسجد الحرام هستند، همین کسانی هستند که به عنوان شیعه مطرح هستند. مردم مسلمانان میان برای عبادت در حرمین و شیعه میاد برای این که دنبال قبر فلانی باشند یا زیارت فلانی باشند یا در این که کوچه و بازار بگردند. حتی در داخل حرم اثناء طواف بارها دیده شده که مردم تنها جایی که یک شعار برای همه مسلمان ها تعیین شده، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی در اینجا نفی شرک و غیر الله سبحانه و تعالی خواستن رو اونجا شعار میدن مسلمان ها. در همونجا ببینید که میگه لبیک اللهم لبیک، بعد که نشست بلند شد یا علی یا ابوالفضل. قطعا این گونه هست، یعنی مظهر خدایی رو کاملا اینها دادن به ائمه خودشون. در سختی ها فقط ائمه را صدا میکنند، فقط از ائمه بیم و حراس دارند، فقط از ائمه امید و رجا دارند و فقط در کنار قبر ائمه اشک میریزند و احساس و عاطفه دارند. در مسجد و در پیشگاه الله متعال انگار که در جلوی پروردگارشون نیستند و هیچ گونه احساس و عاطفه ای رو ندارند. و این تمام این مسائل و تمام این رفتارها و ناهنجاری ها این دلیل و در واقع سبب و نتیجه این گونه روایاتی هست که در کتاب‌های شیعه وجود دارد و متاسفانه امروزه هم علمای شیعه، مراجع شیعه این روایات را در منبرها و در حسینی ها برای مردم به همون گونه که بوده برای مردم نقل می‌کنند و عملاً اعتقاد شیعیان را از خداوند متعال گرفتند و همون اعتقادی رو که باید کاملاً به خداوند متعال داشته باشند 100% همون عقیده و همون باور و همون اعتقاد و همون تصور و احساس رو نسبت به ائمه خودشون می‌دانند که مخلوقی از خداوند متعال هستند و هیچ فضیلت و برتری و امتیازی بر بقیه انسان‌ها ندارند. از لحاظ انسان بودن هیچ گونه تفاوتی رو ندارند. اگر کسی واقعا تفاوتی رو دارد به خاطر تقوایش است، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر ارزشی دارند، شرافتی رو دارند نزد الله متعال، به خاطر عبادتی هست که انجام دادند، نه به خاطر این که میتوانند کارهای خدایی رو انجام بدهند یا معجزاتی رو داشته باشند یا این که امروزه بتونند ناظر و در واقع دیدبان اعمال ما باشند و اعمال ما رو زیر نظر بگیرند، ثواب و عقابی رو به ما بدهند. بله، جزاکم الله خیر جناب استاد. ما با هم یک میان برنامه کوتاه می‌بینیم و دوباره برمیگردیم خدمت شما عزیزان با ادامه برنامه منهاج السنه، شرح کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه که در رد ابن مطهر هلی رافضی نوشته شده. با ما همراه باشید. مواقف الرجال سيدنا علي بن أبي طالب رجل
بلغ أشده واستوى. أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يفارقه. علي يبيت الرجل وهو يعلم أنه قد يقتل. له إمام علي بن أبي طالب في خيبر يقول النبي: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. مو هذا المشكلة. كل واحد يقول أنا أحب الله ورسوله، لكن تدرون شنو الكرامة؟ ويحبه الله ورسوله. ترى أعطي الراية واحد الله يحبه. كل الصحابة تمنوا، لكن لم يكن لها في ذلك اليوم إلا علي. ثم هاجر مشيا على قدميه إلى المدينة. 500 كيلو مشي، هاجر ماشيا على قدميه، فوصل إلى قباء يوم وصلها النبي. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيد السندرة. كان يبكي، سمعته يقول: يا دنيا يا دنيا غري غيري. دوري واحد ثاني مو أنا. يا دنيا غري غيري، طلقتك 3. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عني، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، مموط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. نعم، إنه أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. المجاهد العنيف والمقاتل الصنديد يموت وهو يسير إلى صلاة الفجر. ما لأن الله قال: إنك ميت وإنهم ميتون. فحبك يا شهيد الفجر دي. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه منهاج السنه، شرح کتاب منهاج السنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه که در رد ابن مطهر حلی رافضی نوشته شده و در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم که در این برنامه این کتاب مبارک رو شرح میکنن و توضیح میدن. جناب استاد، قبل از اینکه شما ادامه بحث رو بفرمایید، من قبل از این میان برنامه کلا توهین به الله سبحانه و تعالی بود، این که صفات الله سبحانه و تعالی رو به حضرت علی دادم و غلو و افراد در این جانب. نکته جالبی رو، من این یک فایلی دارم غلو و شیعه در مورد ائمه، مطلبی رو پیدا کردم که دوست دارم اینو نشون بدم و شما هم در موردش صحبت بکنید. دوستان عزیزمون در اتاق فرمان اگر لطف کنن نشون بدن. این کتاب الانوار النعمانیه هست، سید نعمت الله جزایری، که قبلا هم در موردش صحبت کردیم که در سال گذشته بزرگداشتی برای ایشون در ایران گرفته بودن که جناب مقام عظما هم در این بزرگداشت شرکت کردن و پیامی فرستادن. در صفحه 19 این کتاب مطلب جالبی رو شیخ صدوقشون روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که اعطیت 3 و علی مشارک فیها و اعطى علی 3 ولم اشاركه فیها. فقیل یا رسول الله و ما 3 التي شاركك فيها علی. میگه 3 چیز به من داده شده که مشارکت داره علی با من و 3 چیز به علی داده شده که من در اون مشارکت ندارم. این 3 چیزی که به پیامبر و علی یعنی برداشتون داده شده که لواه الحمد هست که علی حاملش هست، و حوض کوثر هست که علی ساقی است، و جنت و دوزخ هست که علی به اصطلاح تقسیم کننده است. و 3 چیزی که به علی داده شده و به پیامبر صلی الله علیه و سلم داده نشده. اما 3 التي اعطى علی ولم اشاركه فيها فانه اعطى شجاع ولم اعط مثله. به علی شجاعت داده شده، به من داده نشده، و این توهین سریع به پیامبر صلی الله علیه و سلم است. و به علی فاطمه زهرا، همسری مانند فاطمه زهرا داده شده و به من داده نشده.
حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع من عذر میخوام از این تعبیر، یعنی نمیتونه به گرد پای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی رسول الله به گرد پای حضرت علی رضی الله تعالی نمیرسه. شما بیایید شیعیان محترم، شما بروید نگاه بکنید تمام کتاب‌های روایی خودتون رو، همین صفاتی رو که من از کتاب بحار الانوار و مشارق خوندم برای شما برید عین همین صفات رو، عین همین روایات رو برای رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاورید. نیست، مطلقاً وجود نداره. در روایات شیعه هم وجود نداره که علی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته باشه که من آسمان رو بلند کردم، من خورشید رو نورانی کردم، من ماه رو تابان کردم، من درخت‌ها رو سرسبز کردم. این تمام این صفاتی رو که من در خدمت شما قرائت کردم، روایاتی که اثبات بکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین ادعایی رو کردن یا شیعه نسبت بدهند به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که این صفات رو داشته، اصلا وجود نداره. در کجای کتاب‌های شیعه و سنی، در کجای قرآن نوشته که رسول الله صلی الله علیه و سلم اسماء الحسنا باشه؟ اصلا چنین چیزی وجود نداره. درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین مطالب وجود نداره. آنگهی میام درباره حضرت علی رضی الله تعالی میبینیم که روایاتی در حد این که ایشون رو معبود قرار دادن و خالق و پروردگار خودشون قرار داده به وفور وجود داره. حتی شیعیانی که امروزه ادعا میکنند، در زمان خودشون ادعا میکنند که غالیان کافر هستند، شیعیان اثنا عشری معتقدند که هر کسی که غالی باشه و علی رو الله بدونه در واقع کافر است. تمام همون روایاتی رو که غالیان روایت کردند، خود افرادش همون روات غلات هستند، این افراد هم راویان امروزی شیعه هستند و تمام روایات غلات امروزه در کتاب‌های شیعه وجود داره. منتها برخی اومدن و اینو استدلال کردند که بله این یک باطنی داره و یک ظاهری داره، شما ظاهرش رو نگاه نکنید، باطنش رو نگاه بکنید، باطنش یک معنی دیگری داره. در این زمینه که روایات بسیار زیادی وجود داره که بسیار از اینها رو مثلا به طور مثال رجال کشی هم اینو ذکر کرده در مورد یک از این مطالب که من اینو قبلا نشون دادم درباره معروف ابن خربوس که هفته گذشته مورد بحث ما بود. یک روایتی در اینجا هست، طاهر ابن عیسی، اگر دوستان عزیز این نمایش بدن، در کتاب رجال کشی هست، در صفحه 155 میگه طاهر ابن عیسی گفته قال وجدت في بعض الكتب عن محمد ابن الحسين عن اسماعيل ابن قتيبة عن ابي العلاء الخفاف عن ابي جعفر قال امیر المؤمنین انا وجه الله انا جنب الله، انا من چهره خدا هستم، صورت خدا هستم، من پهلوی خدا هستم، انا الاول من اولم، من آخرم، من ظاهرم، من باطنم. اینها که یعنی صفات الله متعال هست به صورت کامل. و انا الباطن و انا وارث الارض و انا سبیل الله و به عظم عليه. فقال معروف ابن خربوس ولها تفسیر غیر ما يذهب فيها اهل الغلو. این درسته، این روایت درسته که علی وجه الله بوده، علی جنب الله بوده، علی قلب الله بوده، علی اول هست، علی آخر هست، علی ظاهر هست، علی باطن هست. منتها یک تفسیر دیگری داره غیر از اون چیزی که نزد اهل غلو هست. تمام روایات اهل غلو را آوردن در کتابای خودشون وجود داره، این همون تعبیراتی رو که به خاطر این اعتقادها حتی خود شیعیان 12 امامی معتقد هستند که غالیان کافر هستند. بعد از این روایتشون آوردند یک کمی تعدیل کردند که بله اون غالیان یک منظور دیگری داشتند، یک گونه دیگه تعبیر میکردند. ما میگیم که بله علی اول و آخر ظاهر و باطن است، اما یک معنی دیگری داره که برمیگرده به بطن قرآن. پس بنابراین جناب آقای انصاری اگر ما نگاه بکنیم تمام صفاتی رو که برای خدا هست به علی دادن، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم از این صفات به صورت کلی در واقع محروم هستند و چنین صفاتی رو در واقع نداشتند. و این روایت و روایت شبیه صراحت دارند بر این که حتی حضرت علی رضی الله عنه حتی از شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در واقع برتر و افضل هستند. درباره بقیه انبیا که ما بارها اینو نشان دادیم که شیعه صراحتا این اعتقاد رو دارند، صدوق، آقای مجلسی و بقیه نقل کردند که ائمه ما از تمام انبیا حتی از اولوالعزم هم برتر و بالاتر هستند. با این قبیل روایات و این روایتی که درباره حضرت علی نقل شده و این غلوی که شده امروزه در کتاب شیعه وجود داره، این مساوی هست با این اعتقاد که شیعه معتقد هست که حتی علی از حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم برتر و بالاتر است. جزاکم الله خیر. من یک نکته را اشاره بکنم که همین صاحب الانوار نعمانی اومده در ادامه گفته که حالا منظور از شجاعت در اینجا این نیست که قوت قلب نداشتن و این، گفته منظور این است که وارد جنگ شدن و به اصطلاح در حالی که روایت هایی که اهل سنت دارن صحابه میگن که ما در شدیدترین حالات در میدان جنگ
به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پناه می بردیم. من این عرض کردم که حتی این روایتی رو که من خدمت شما نشاندهی کردم در ادامه این روایت میاد اینها رو هر یک از این روایت رو به نوع دیگر تعبیر میکنن. این که خدا که حضرت علی خالق آسمان باشه، خالق زمین باشه، درخت‌ها رو آفریده، درخت‌ها رو بارور کرده، تمام اینها رو هر یکی رو به یک معنی، یک معنیش علم، یک معنیش فضل، یک معنیش نمیدونم شجاعت هست و از این قبیل معانی که اینها با زبان عربی در واقع هیچ گونه سازگاری و سنخیتی رو ندارن. جزاکم الله خیر. جناب استاد، با وجود اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ما را از غلو و افراد منع کردند، در حدیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که در مورد من غلو و افراد نکنین مانند نصارا که در مورد عیسی و مریم، عیسی ابن مریم غلو و افراد کردند. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه برحذر می داشتن. همین روایتی که از نهج البلاغه ذکر کردم، هلک فی رجلان. این غلو و افراد در مذهب شیعه از کجا سرمنشأ میگیره؟ در واقع شما اگر نگاه بکنید، واقع بین باشید به عقاید فرق اسلامی، وقتی که شما نگاه میکنید تمام اعتقاداتی که امروز شیعه دارند و مخالف با اعتقاد اهل سنت و الجماعت هست و دور هست از اعتقاد ائمه بزرگوار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، تمام اینها در واقع نمادی از نمادهای غلو و افراط هستند و بنیانگذار تمام این اعتقادات و باورها برمیگرده به انسانهای غالی که بنابر دیدگاه خودش اثناعشری کافر بودند و حضرت علی رضی الله تعالی عنه اونها را به خاطر این اعتقادات فاسدشون در واقع مؤاخذه کرده. اولین کسی که این غلو را در جامعه شیعه در واقع ایجاد کرده و متاسفانه بسیاری از اساسی ترین اعتقادات شیعه را هم ساخته و پرداخته این فرد هست، عبدالله ابن سبع یهودی بوده. درباره عبدالله ابن سبع یهودی واقعا شیعه دچار یک مشکل بسیار بزرگی شده و یک چالش بزرگی هست برای شیعه. برخی اومدن اینو ذکر کردن، بله وجود داشته، حتی برخیشون اومدن و کتاب‌هایی نوشتند که این یک افسانه هست، عبدالله ابن سبع وجود نداشته، در صورتی که وقتی که ما نگاه میکنیم قدیمی ترین کتاب‌های رجالی شیعه و قدیمی ترین کتاب‌های فرق شیعه درباره عبدالله ابن سبع یهودی مطالبی رو دارن، ذکرش کردن و گروه سبعیه رو یکی از شیعیان حضرت علی رضی الله تعالی عنه قلمداد کردند. قبل از این که اهل سنت و الجماعت در این زمینه مطالبی رو بگویند، قبل از این که ابن جریر طبری یا کسی دیگر درباره عبدالله ابن سبع مطالبی رو بیان بکنند، می‌بینیم که کتاب‌های شیعه خودشون نخستین کسانی هستند که در این زمینه مطالبی رو بیان کردند. من فقط این به عنوان این که مشخص باشه که بنیاد این افتراها، بنیاد این غلوها و افتراها و در واقع اموری که مخصوص الله متعال هست و به حضرت علی نسبت دادن، این آغازش از کجا هست؟ چند موردی رو در این زمینه اشاره می‌کنم. کتاب قدیمی ترین کتابی که شیعه درباره فرق نوشته، اگر دوستان عزیز اینو نمایش بدن، این منتها چاپی هست که دو تا کتاب رو با هم یک جا چاپ کردن. کتاب فرق و شیعه حسن ابن موسی نوبختی هست و سعد ابن عبدالله قمی هست، من افاضل علماء رأس 300 الهجریه، و اینم تحقیق دکتر عبدالمنعم الحفنی هست. منتها در این کتاب هر دو تا کتاب رو، هم کتاب نوبختی و هم کتاب قمی رو در واقع ادغام کرده، منتها مطالب رو از هر دو تا آورده و به صورت جداگانه اینها رو مشخص کرده. در اینجا مطلبی رو دارد، روایت و گروه 54م را، این تمام فرق شیعه رو در اینجا معرفی کرده که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد از وفات حضرت علی و بعد از وفات هر یک از ائمه چند فرقه به وجود می آمد و چه امتیازی داشتند و وجه تمایزشون با فرق دیگر شیعه چی بوده. اینها را به صورت کلی ذکر میکنن. هر یکی معتقد بودن که فلانی امام هست، فلان گروه میگفتن فلانی امام هست، و این خودش در واقع برمیگرده به این که حتی در میان شیعیان حضرت علی رضی الله تعالی عنه و شیعیان بقیه ائمه قول واحدی و این نظریه که بله ائمه 12 تا هستند و مشخص شده باشند از رسول الله صلی الله علیه و سلم و همه شیعیان اینو بدونن، چون این در واقع خلاف چنین نظریه و چنین باوری هست. در
درباره فرقه 54 میگه که فرقه منها قالت ان علی لم یقتل ولم یمت. بعد از وفات حضرت علی رضی الله عنه یک گروه از شیعیان معتقد شدند که حضرت علی کشته نشده و نمرده، گفتن که هنوز هم زنده هست. ولا یموت حتی یسوق العرب بعصاه و یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا. حضرت علی همچنان زنده هست و تا آخر الزمان در واقع قیام میکنند و دنیا را پر از عدل و داد میکنند. فهی اول فرقه قالت فی الاسلام بالوقف، اولین فرقه ای که در اسلام قائل به وقف شده که امام بعدی رو در واقع معتقد به امام بعدی نیستند و امامت رو منحصر کردند و موقوف کردند بر همین امام گذشته، که موارد زیادی در میان شیعه در سیر و این امامت وجود داره. برخی معتقد به امامت موسی کاظم هستند و بعضی قبل از اون معتقد به محمد ابن حنیفی بودند و ائمه دیگری که ائمه بعد از این بزرگواران رو دیگه قبول نداشتند. این میگوید که اولین فرقه ای که قائل به وقف شدند همین فرقه ای بودند که معتقد بودند که حضرت علی رضی الله تعالی عنه زنده است. خب وقتی که حضرت علی زنده باشه، نمرده باشه، بقیه ائمه دیگه نیازی برای ائمه دیگر در واقع وجود نداره. میگه و اول من قال منها بالغلو، اولین فرقه قالی اینها بودند. و هذه الفرقه تسمى السبعیه، این فرقه معروف هستند به سبعیه. و این خود آقای قمی این و همچنین نوبختی اینها در اواخر قرن دوم زندگی میکردند و در اوایل قرن سوم در واقع بودند که آقای قمی فکر کنم در آن یعنی متوفای سال 301 یا حتی قبل از این سال 299 بوده، قرن سوم و چهارم در واقع زندگی می‌کردند و اینها در واقع معاصر بودند و همزمان بودند با ابن جریر طبری صاحب تفسیر و صاحب تاریخ طبری، که بسیاری از شیعه ها ادعا می‌کنند که ولی اولین کسی که این مطلب را آمده در کتاب خودش معرفی کرده ابن جریر طبری است که در تاریخ خودش این مطالب را آورده. معاصران شیعه ابن جریر طبری این مطالب را آوردند، حتی گذشته از این کتاب‌های دیگر شیعه که قبل از این هم بودن در این زمینه مطالبی رو آوردن. به هر صورت میگه این فرقه معروف بود به فرقه سبعیه، اصحاب و پیروان عبدالله ابن سبع بودند. و کان اظهر الطعن علی ابی بکر و عمر و عثمان، اولین کسی بود که اظهار براءت کرد، اظهار طعن کرد و در واقع بیزاری کرد از حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و صحابه و تبرأ منهم. اولین کسی که اعلام براءت کرد و طعن وارد کرد، شبهه وارد کرد و در واقع درباره ابوبکر و عمر و عثمان بدگویی کرد، همین آقای عبدالله ابن سبع یهودی بوده. پس بنابراین تمام کسانی که امروزه درباره ابوبکر و عمر و عثمان یا هر یکی دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بدگویی میکنند و ایراد میگیرند و فحش و ناسزا میگویند، سلف ناصالح اینها کسی نیست جز عبدالله ابن سبع یهودی. در واقع اینها سبعی هستند، نه اینکه اثنا عشری باشند. این عقیده خودشون رو از عبدالله ابن سبع گرفتن بنابر اعتقاد خودشون. قدیمی ترین کتابایی که در باب فرق نوشتن و شیعه دارند این مطلب رو در اینجا ظاهرا و به صورت واضح بیان کرده. و کان اظهر الطعن علی ابی بکر و عمر و عثمان و صحابه و تبرأ منهم و قال ان علی علیه السلام امره بذلك فاخذه علی فسأله عن قولی هذا فاقر به. حضرت علی گرفت ایشون رو و سوال کرد که این چنین مطلبی رو گفتی؟ گفت بله من گفتم. فامر بقتله، دستور داد که بکشند عبدالله ابن سبع را. فصاح الناس الیه یا امیر المؤمنین اتقتل الرجل یدعو الی حبکم اهل البیت و الی ولایتک و البراءة من اعدائک، چگونه کسی رو که ادعای ولایت میکنه، ادعای دوستی میکنه، ادعای امامت میکنه برای تو میخوای چون این کسی را بکشی. الی آخر. و حکا جماعت من اهل العلم من اصحاب علی، این تعبیرش جالب هست، میگه یک گروهی از اهل علم از پیروان حضرت علی، از اصحاب و یاران حضرت علی رضی الله تعالی عنه حکایت کردند و نقل کردند که ان عبدالله ابن سبع کان یهودیا، این فرد یهودی بوده، فاسلم، مسلمان شد، و والا علی علیه السلام، و خودش موالی و دوستدار حضرت علی جلوه داد. و کان یقول و هو علی یهودیتی فی یوشع بن نون بعد موسی علیه السلام به هذه المقاله. ابن سبع معتقد بود در زمانی که یهودی بود، در زمان یهودیت خودش معتقد بود که یوشع بن نون وصی و جانشین حضرت موسی است. بعد از این که اومد همین مقاله رو، همین اعتقاد رو برداشت، اومد در داخل اسلام. فقال فی اسلامه بعد وفات النبی
صلی الله علیه و آله فی علی علیه السلام بمثل ذلك. همون اعتقادی رو که درباره یوشع بن نون داشت که وصی موسی هست، همون اعتقاد را و همون قالب را آورد در دین اسلام درباره حضرت علی رضی الله عنه که حضرت علی وصی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و هو اول من شهد، در بعضی از مراجع اومده که شهر القول به فرض امامت علی، اولین کسی که قول فرض بودن و منصوص بودن ولایت علی و امامت علی رو در واقع مطرح کرد کسی نبود جز عبدالله ابن سبع یهودی و اظهر البراءة من اعدائه و اعلام براءت کرد از اعدای حضرت علی رضی الله عنه. و همچنین بعد از این مطلب دیگری رو آورده و میگه و انه یسمع النجوا، و معتقد بود که نجوا رو میشنود. این نقطه در اینجا جالب است که امروزه شیعیان ادعا میکنند که اگر ما دعا بکنیم حرفی بزنیم حضرت علی رضی الله عنه یا بقیه ائمه حرف ما رو میشنوند. اما در اینجا صراحتا اومده که اون کسی که ادعا میکرد که علی میشنود اون عبدالله ابن سبع بوده. پس بنابراین این اعتقاد که امروزه وجود داره چیزی نیست جز همون بنیانی که عبدالله ابن سبع یهودی گذاشته. و انه لیسمع النجوا و یلمع فی الظلام، حضرت علی در تاریکی ها میدرخشد کما یلمع السیف الثقیل الحسام. فهذا مذهب السبعیه، این مذهب سبعی هست. و هذا و مذهب الحربیه و هم اصحاب عبدالله ابن عمرو ابن حرب الکندی فی علی علیه السلام قالوا فيه بعد ذلك انه اله العالمین و انه توارى عن خلقه سخطا منهم عليهم و سيظهر. معتقد بودم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه اله العالمین هست. پس بنابراین همین اعتقادات، اعتقاد غیبت اولین بار کسی که اینو مطرح کرده عبدالله ابن سبع یهودی هست. اعتقاد براءت از دشمنان اهل بیت اولین کسی که اینو مطرح کرده عبدالله ابن سبع یهودی هست. اعتراف و وصایت حضرت علی رضی الله تعالی عنه عبدالله ابن سبع هست. اعلام فرض بودن ولایت حضرت علی رضی الله تعالی عنه اولین بنیانگذارش عبدالله ابن سبع یهودی هست. و این که حضرت علی رضی الله تعالی عنه صدای ما رو میشنود و نجوا رو میشنود، صحبت ها و دعاهای ما رو میشنود، اولین کسی که این ادعا کرده عبدالله ابن سبع و مؤسس مکتب سبعیت بوده که یکی از نخستین فرقه های غلو و افراط در مذهب شیعه هست که خود شیعه امروز اونو در واقع تکفیر میکنند. اما متاسفانه این تکفیر فقط تکفیر زبانی هست و عملا تمام این اعتقادات را شیعیان امروزی یا به تعبیر دیگر روافض امروزی این اعتقادات را دارند. این مطالب در کتاب رجال کشی به صورت گسترده ای اومده که من به خاطر ضیق وقت از این در واقع بسنده میکنم به این. اگر نیازی باشه در برنامه دیگر این مطلب رو من انشاءالله خدمت بینندگان عزیز توضیح خواهم داد. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز گرامی، با هم میان برنامه میبینیم و بعد از اون در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود و تماس های شما عزیزان را خواهیم گرفت که انشاءالله در رابطه با موضوع برنامه صحبت خواهید کرد. با ما همراه باشید. کفر آشکار. خالق ارض و سمایی حیدر حیدر روزی ده ما سبایی حیدر حیدر عبد خدا و خدایی شه دریا دل حیدر حیدر مستم و حیدر پرستم حیدر حیدر مستم و حیدر مستم شه دریا دل حیدر حیدر. بگو من فقط بشری هستم مثل شما، به من وحی می شود که تنها معبودتان معبود یگانه است. پس هر که به دیدار پروردگارش امید دارد باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک قرار ندهد. بینندگان عزیز، الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم می فرماید بگو من فقط بشری هستم مثل شما. اما ببینید. بله بینندگان عزیز گرامی، این بود نمونه ای از غلو و افراطی که یعنی واقعا انسان رو به کفر و شرک وارد میکنه که در حق سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه از مداحان شیعه سر میزنه. دوستانمون شماره تلفن برنامه رو زیرنویس خواهند کرد و جناب مولانا مطلبی دارن که
از کتاب منهاج السنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه بیان میکنند تا برقراری تماسای عزیزان بیننده. مطلب درباره این ادعایی که ابن مطهر هلی کرده بود که یک قومی مدعی ربوبیت شدند، گروهی مدعی ربوبیت شدند درباره حضرت علی رضی الله تعالی عنه که حضرت علی اونها را کشت و در کتاب رجال کشی صراحتا اومده که این یکی از این افراد عبدالله ابن سبع بوده که حضرت علی رضی الله تعالی در واقع دستور دادند که ایشون آتش بزنند و حضرت علامه ابن تیمیه رحمت الله در اینجا میفرماید فهذه مقاله جاهل فی غایه الجهل لوجوه، بنابر چند دلیل این گفتار جاهلانه ای هست. اولی این که معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم از حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیشتر هستند. هر مسلمانی که معتقد به نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم و جایگاه و مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد میداند که در واقع معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم از کرامات یا همون تعبیری که ابن مطهر داره از معجزات حضرت علی رضی الله تعالی بیشتر هستند. اما با این وجود ما نمیبینیم که یکی از صحابه اومده باشه درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم ادعای الوهیت کرده باشه. این نکته که من قبلا عرض کردم که هیچ یک از این صفات خدایی که به علی داده شده هیچ کسی در طول تاریخ به رسول الله صلی الله علیه و سلم نداده. نکته دوم این که معجزات حضرت ابراهیم، حضرت موسی علیه السلام خیلی بیشتر هست و زیادتر هست و اما هیچ کسی درباره اونها ادعای الوهیت و ربوبیت نکرده. سومیش این که معجزات پیامبر ما و معجزات حضرت موسی علیه السلام بسیار بیشتر از معجزات حضرت مسیح است. یعنی ما معجزات رسول الله را یک طرف بذاریم و معجزات حضرت موسی را، اینها بیشتر از معجزاتی هست که حضرت مسیح علیه السلام داشته. اما درباره رسول الله و حضرت موسی ادعای الوهیت نشده اونگونه که درباره حضرت عیسی علیه السلام ادعای الوهیت شده. اگر واقعا صرف ادعای الوهیت یک برگ برنده‌ای باشه و نشانه برتری و فضیلت و حقیقت باشه، پس بنابراین باید حضرت عیسی از رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت موسی باید در واقع برتر باشه. وجه چهارم این که حضرت ان المسیح ادعیت فیه الالهیت اعظم من ما ادعیت فی محمد و ابراهیم، درباره حضرت مسیح ادعای الوهیت شده بیشتر از اون چیزی که درباره محمد و ابراهیم و موسی و بقیه پیامبران شده. ولم يدل ذلك على انه افضل منهم، و این دلیل برتری حضرت عیسی بر رسول الله یا بر پیامبران دیگر نمیتواند باشد. وجه پنجمی که در اینجا علامه ابن تیمیه ذکر کرده این است که دعوای الوهیت که درباره حضرت علی رضی الله تعالی عنه شده این یک ادعای باطلی هست که در مقابلش ادعای باطل دیگری وجود داره. یعنی دو طرف نقیض، دو تا ادعای باطل در اینجا وجود داره. یک طرف از طرف شیعیان غالی و رافضیان مدعی هستند که حضرت علی رضی الله تعالی عنه اله بوده و معبود بوده و در مقابلش هم ادعای دیگری وجود دارد که از جانب خوارج هست که مدعی بودند که حضرت علی رضی الله تعالی عنه کافر بوده. دقیقاً همون چیزی که درباره حضرت عیسی وجود داره. مسیحی‌ها اومدن گفتند که فرزند خدا هست و اله و معبود هست. یهودی‌ها اومدن اون اتهامش کردند به اینکه الیاذ بالله ولد الزنا هست و حرامزاده هست. در مقابل این ادعا که درباره الوهیت حضرت علی شده، یک ادعای باطل دیگری وجود داره که ادعای برای کافر بودن حضرت علی رضی الله تعالی عنه در واقع وجود داره. منتها در اینجا میگه و دعوى الخوارج فی علی فان الخوارج کفروا علی، خوارج حضرت علی رو کافر میدونستند. فان جاز ان یقال انما ادعیت فیه الالهیه لقوه الشبهه جاز ان یقول انما ادعی فیه الکفر لقوه الشبهه. اگر مبنا این باشه که چون که علی معجزات زیادی داشته بدین خاطر مردم معتقد به الوهیت شدن، پس بنابراین این مجوزی میشه برای خوارج میگن چون که حضرت علی رضی الله تعالی کفریات زیادی رو داشته پس بنابراین خوارج معتقد به کفر شدن. اگر صرفا مبنا این باشه پس بنابراین در طرف مقابلشون ادعای خوارج یک ادعای وجیهی در واقع شمرده میشه که ما معتقد هستیم که هر دوتا در واقع ادعای باطلی هستند. فانجاز ان یقال انما ادعیت فیه الالهیه لقوه الشبهه، یک تا نباشد چیزکی، اگر اینا بگن تا نباشد چیزکی خب علی رو نمیگفتند اله و معبوده. خب خوارج هم میگن، بقیه مردم میگن، نواسه میگن تا نباشد چیزکی علی رو نمیگفتن کافر است. حتما یک مکفراتی وجود داشته که حضرت علی رو گفتن
گفتند که کافر هست. جاز ان یقال انما ادعی فی الكفر لقوة شبه و جاز ان یقال صدرت منه ذنوب اقتضت ان یکفره بها الخوارج. و ما میدونیم که وقتی که ما مقایسه بکنیم در میان روافض و در میان خوارج، روافض از نظر علم کمترین انسان ها هستند در طول تاریخ، حتی به اعتراف خودشون تا زمانی که حضرت باقر نیومده بود. قبل از باقر در کتاب کلینی اون صراحتا اومده، قبل از باقر شیعیان حلال و حرام خودشون و مناسک حج خودشون مطلقا نمیدونستند و ائمه شیعه همیشه در حال تقیه بودند، احکام رو برای شیعه بیان نمیکردند. پس بنابراین اجهل الناس در طول تاریخ شیعیان بودند که نمیتونستند احکام حلال و حرامشون بگیرن. و از نظر عبادت تا امروزه هم کمترین عبادت رو میبینیم که شیعیان دارن. مساجد شیعیان رو شما بررسی بکنید با مساجد بقیه مسلمانان. و از طرف دیگر وقتی خوارج رو ما نگاه میکنیم میبینیم که خوارج پایبندترین انسان ها بودن، خیلی معتقد بودند، حتی به اندازه رسیدند که معتقد هستند که هر کسی کار گناه کبیری را انجام بده در واقع کافر هست، از بس که التزام داشتند. و حضرت علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه در اینجا میگه اگر قرار باشه که این دو تا معیار ما بسنجیم، خوارج از نظر عقل برتر از شیعه هستند، از نظر دیانت و تدین بیشتر هستند و از نظر پرهیز از دروغ مثلا در درجه بالای قرار دارند، دروغ گفتن را گناه میدانند. در صورتی که برعکسش ما خوارج از نظر علم کمتر هستند، تقیه در میان اونها وجود داشته و از دروغ گفتن و تقیه کردن هیچ گونه ابایی رو ندارند و در دیانت هم درجه پایینتری هستند. پس بنابراین مبنای آقای ابن مطهر حلی، پس بنابراین قول خوارج هم باید یک قول وجیه در این زمینه باشه و دلیل بر کفر حضرت علی رضی الله تعالی عنه می شود در واقع. اما این هر دو تا ادعا و اساسا این مبنا یک مبنای جاهلانه هست و هر دو طرفی که این گونه استدلال بکنند و این اعتقاد رو داشته باشند از دیدگاه اهل سنت و الجماعت مردود هستند و چنین استدلال و چنین مبنای به صورت کلی مردود است. جزاکم الله خیر. خب میریم سراغ تماسای بینندگان عزیز و گرامی. امیدواریم که در رابطه با موضوع برنامه که غلو در مذهب شیعه هست دوستان عزیزمون صحبت بکنن. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خدا قوت بده آقای انصاری و محضر استاد بزرگوار سلامت باشید. عبدالقدوس دهقان، عرض سلام و ادب و احترام. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید بیننده گرامی، از کجا زنگ میزنید؟ من عبدالرحمنم از شهر بابل ایران زنگ میزنم. آقا عبدالرحمن از بابل، بفرمایید. من اولا آقای انصاری فخر من اینه که علمایی مثل علامه حلی مقدس اردبیلی دارم و بر فخر خودم افتخار میکنم و منم به شما جسارت نمی کنم، توهین نمی کنم به نظرتون، چون ادب دارم، شعور دارم. ثانیا من سبکی و سهل بودن علم و درایت استاد بزرگوار رو گاهی در میون سخنانشون حس کردم. از جمله ببینید آقای عبدالرحمن ببینید شما شروع کردید مسئله رو شخصی کردن. من به شما هرگز این اجازه رو نمیدم که به جناب مولانا عبدالقدوس دهقان توهین بکنید. سبک مغز مراجع شما هستن، همین علمای شما که این کتابا رو نوشتن. اگر که ابن مطهر علی سبک مغز نمی بود، علمش سبک نمی بود، عزیزم اگر سبک نمی بود علمش، نمی گفت که یکی از دلایل امامت حضرت علی این است که بعضی از مردم برای او ادعای ربوبیت کردن. این یک حرف احمقانه است که بچه کلاس اول ابتدایی هم این حرف رو نمیزنه، چه برسه به علامه شما. عزیزم آقای عبدالرحمن، اگر که از محضر جناب مولانا عبدالقدوس دهقان معذرت بخواهید، من اجازه میدم صحبتتون ادامه بدید و الا قطع میکنم. الا توهین شخصی کردی، شما چرا وارد بحث نمیشید مستقیما؟ علم فلانی سبک است. یک بار دیگه معذرت بخواهید که همه بینندگان بشنون تا من اجازه بدم شما به صحبتتون ادامه بدید. بسیار خوب، بفرمایید. خدمت شما هستم. ایشون استاد بزرگوار داشتن صحبت میکردن، در لابلای سخنانشون گفتن که علی ابن ابی طالب گفت انا عین الله، انا وجه الله، انا یکی از صفات حضرت حق رو داشتن عنوان میکردن. بله. و فخر ما شیعه همین است که صفات پاک و قدیس و ثبوتی حضرت حق رو در علی ابن ابی طالب میشه
بچسبونی و افتخار ماست. اما اثبات کنید برای ما شیعیان که کجایی از علوم و علم حدیث شیعیان در کتباشون اومده که علی ابن ابی طالب فرمودن انا یا فرمودن انا نبی الله. یک جا پیدا کردید من به سبوکی ذهن عبدالقدس درمان شک نمی کنم. خدا نگهدار. آقای قطع نکنید این فرارشون هست. قطع نکنید. ببینید مردانگی و شهامت و شجاعت رو داشته باشید که وایسید تا آخر بحث. قطع نکنید. این صفات زنانگی که در مراجع شما گرفته تا عوام روافض وجود داره که این جرأت و شهامت و مردانگی رو ندارن که با مردانی مثل مولانا عبدالقدوس دهقان بشینن صحبت بکنن. ببینید آقای محترم، ما میگیم که علی ما مبرا هست، علی ما پاک است، علی ما شاگرد مکتب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که الله سبحانه و تعالی از زبان ایشان میفرماید که انا بشر مثلکم، من بشری هستم مانند شما. این علمای سبک مغز و احمق شما مانند علامه جاهل هلی شما، مثل این مراجع احمقتون سبک مغزتون، این توهین ها و اهانت ها رو به خاطر اینکه این مذهب باطل عبدالله بن سبع یهودی رو در بین مردم پخش بکنن ادعا کردن. حضرت علی حاشا و کلا پاک و مبرا هست از اینکه این چیزها رو ادعا بکنه. بفرمایید جناب. من این مطالبی رو که چون که وقت در واقع رو به پایان هست میخوایم که صدای بقیه شنوندگان انشالله بشنویم. من این مطالبی رو که در اینجا خدمت بینندگان عزیز مطرح کردم تمام از کتاب‌های خود شیعه بود. اگر دلیل بر کفر هست، دلیل بر سبک عقلی هست، دلیل بر بی علمی هست، دلیل بر غلو هست، اینها برمیگرده به اون کسانی که این کتاب‌ها رو نوشتن، نه من که این کتاب رو برداشتم آوردن جلوی دوربین به مردم در واقع نشان دادم. و متاسفانه تا به حال هم امروزه شیعه نمیاد و در واقع اعلام بکنه که ما چنین اعتقادی رو نداریم. همین علمای بزرگ شما هستند که اعتقاد به این روایات دارند و به جای اینکه این روایات رو در واقع رد بکنند، راویانش رو رد بکنند و این انسان‌های غالی رو رد بکنند، اومدند و اینها رو در واقع توجیه میکنند که یک بطنی داره و زهری داره که شما در واقع اونها رو نمیدونید. و عملا من اینو به صورت کامل اینو از کتاب خودش آوردم که شیعیان امروزی اعتقادی که درباره امامت دارند، درباره وصایت دارند، درباره غیبت دارند، درباره دشنام دادن به اصحاب رسول الله دارند، بنیانگذارش عبدالله ابن سبع یهودی هست. از کسانی که پیرو عبدالله ابن سبع یهودی باشند امیدی بیشتر از این در واقع نمیرم. ولی جالب است که همین سوالی رو که من باید از ایشون بپرسم، ایشون خودش میاد این از سبکی مغز یک رافضی است که میاد اینطوری مطرح میکنه. من باید از شما بپرسم که شما بیارید همین حرفا رو از حضرت علی ثابت بکنید که حضرت علی در کجا همین حرفا رو زده و دلیل صحیح بیارید. الا همین علمای شما که این تهمت و اهانت رو این در واقع یعنی ما به افترا بستن و دروغ بودن و جعلی بودن این روایت 1% هم شک و شبهه‌ای رو نداریم. قطعا 100% اینها خرافات، دروغ، بهتان که و احادیث جعلی هست. اما شما بیاید ثابت بکنید اینو. شما بیاید ادعا بکنید. چرا آقای مجلسی، آقای کشی و آقای بقیه تمام کسانی که این مطالب و روایت را آوردن چرا نه اومدن اینها رو نقد نکردن؟ اصلا چرا آوردن وقتی که معتقد هستن اینا موضوع جعلی هست، اینا جز غلات کافر هستن، این روایت رو چرا آوردن در کتاب خودشون به خورد شیعه دادن که امروزه شیعه اون گونه که شنیدیم در حسینیه خودشون هم اینها رو هم زمزمی میکنن، مالک ارض و سما، مالک ارض و سما و بقیه مواردی که شیعه در واقع به اون اعتقاد دارن. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم، تلویزیون وصال حق است؟ وصال حق، بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. بله، من بیننده شما هستم، خداوند شما را اجر بده. میخواستم یک سوال داشتم، نمیفهمم برنامه درباره جواب و سوال است یا نیست؟ نه، برنامه سوال و جواب انشالله روز دوشنبه هست، روزهای دوشنبه در همین وقت. موضوع برنامه ما امروز در مورد غلو و افراط در دین است که شیعیان در مورد علی ابن ابی طالب غلو و افراط میکنن. بله، خداوند او را هدایت نیکی بده. دیگه این باره چیزی گفتنی ندارم. یک سوال داشتم، خودم در بلژیک زندگی میکنم. دیگه خیلی باشه روز دوشنبه شما رو زحمت روز دوشنبه ان تشکر از شما. خداوند شما را همراه همکاراتون، همراه همگی در پناه خود داشته باشه. سلامت باشید. توکلتون به الله. سلامت باشید. تشکر از شما. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید بیننده عزیز. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر. سلامت باشید، بفرمایید. عارف هستم. آقا عارف عزیز بفرمایید در مورد موضوع برنامه اگر مطلبی داری در خدمت شما هستیم. تشکر از برنامه. تشکر از شما. تشکر از شما برادر عزیز. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام حق. وصال حق بفرمایید. خب من دوستان عزیز اگر لطف بکنن شماره تلفن برنامه رو عوض بکنن، چون سربازان بدنام امام زمان همیشه در پی این هستن که ارتباط ما رو با بینندگان عزیز قطع بکنن. جناب مولانا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آیه 6 سوره فصلت می‌فرماید که قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فاستقیموا الیه واستغفروه وویل للمشرکین. این آیه را اگر لطف بکنید که درسی باشه برای سبک مغزانی که این صفات رو به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نسبت میدن. ببینید درباره الله متعال و اون ویژگی هایی که الله متعال دارند، درباره ذاتیشان، درباره صفاتیشان، درباره اسمایشان، هیچ انسانی، نه پیامبری، نه فرشته مقربی و نه انسان دیگر، نه اولیاء الله به هیچ عنوان اون صفات را و اون ویژگی ها را و اون اختیارات و قدرات را به هیچ عنوان ندارند. این مطلقاً و هم ذات الله متعال منحصر به فرد هست، هم اسمای الله متعال و هم در واقع صفاتی که الله متعال دارند تمام مخصوص و ویژه ذات مقدس الله متعال هستند و هیچ پیامبر مقربی یا فرشته این ویژگی ها و این صفات رو در واقع ندارند. ما درباره در واقع پیامبران الله متعال معتقد هستیم همون گونه که در این آیه آمده و تمام پیامبران این ادعا را کردند و این اعلام کردم که انما انا بشر مثلکم، من همانند شما یک بشری بیش نیستم و هیچ گونه و هیچ یکی از ویژگی های الله متعال را هیچ یکی از این در واقع پیامبران و فرشتگان در واقع نداشتند و تمام این مواردی که در این روایاتی که من خدمت شما عرض کردم که درباره حضرت علی رضی الله تعالی گفته بودند، اینها تمام جزء صفات الله متعال هست و جزء ویژگی های ایشان هست و هر کسی که این صفات را چه ظاهرشان را چه باطنشان را معتقد باشد که یک انسانی و یک پیامبری یا یک ولی یا کسی دیگر این صفات را دارد، این از دیدگاه ما کفر صریح هست و انسان را از دایره انسان خارج می کند و تمام اعمالی را که انسان به عنوان یک تقرب انجام می دهد، اهم از دعا کردن هست، اهم از امیدوار بودن به رحمت هست، امیدوار بودن به فضل هست، اهم از ترسیدن و خوف داشتن از در واقع مؤاخذه اون فرد هست. تمام اینها مخصوص الله متعال است. یعنی اون گونه که ما امیدوار رحمت الله متعال هستیم، به هیچ کسی نه از زنده و نه از مرده چنین امید رحمتی رو نداریم. اون گونه که ما از الله متعال و از عذاب الله متعال و از خشم ایشان میترسیم، از هیچ کسی دیگر، از انسان دیگر نمیترسیم. اینها تمام عبادت هستند، دعا کردن، ترسیدن، امید داشتن، تقرب کردن، نذر و قربانی کردن، صدقه کردن و همچنین نماز و روزه و زکات و بقیه، اینها عباداتی هستند که مخصوص الله متعال هستند. این در واقع برمیگرده به همون مفهوم اله و کلمه اله که شامل تمام این موارد میشه. یعنی تمام این عبادات مخصوص الله متعال هست و هر گونه صرف عبادت و انجام دادن این عبادت برای غیر الله متعال در واقع شرک است. حتی در همین آیه برای تاکید به انسان‌هایی که متوجه نمیشن و در حق انبیا غلو میکنن میگه که معبود شما معبود یگانه است. یعنی ما معبود نیست، الهکم الهون. جزاکم الله خیر. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. الو. بله بفرمایید. وصال حق بفرمایید. موضوع برنامه غلو در مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است. در این باره اگر مطلبی دارید در خدمت شما هستیم. بله. بفرمایید.
شما مثل که تازه از خواب بیدار شدید. بله. خب جناب مولانا، ما تقریبا به پایان برنامه رسیدیم. اگر یک جنبندی کلی از مطالب امروز بفرمایید و ان شاء الله ادامه بحث رو در هفته آینده دنبال خواهیم کرد. من در ابتدا و همچنین در برنامه دیگر من این مکررن این مطلب رو تکرار کردم که عقیده اهل سنت و الجماعت درباره بزرگان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین تمام کسانی که یک نسبتی رو به رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند این است که ما در واقع محبت با ایشان را، دوست داشتن با این اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را جزو ایمان خودمون میدونیم، بدون از افراط و بدون تفریط. یعنی اون حقی را که حق خدا هست این هیچ وقت نه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، نه برای علی و نه برای ابوبکر و عمر و عثمان یا هیچ کسی دیگر این اثبات نمی کنیم و معتقد هستیم که چنین هر کسی هم چنین ادعای بکنه در واقع از مسیر هدایت و راه صراط مستقیم در واقع منحرف شده. و هر حقی را که ائمه و بزرگان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند، تمام این حقوقشون ثابت هست در کتاب اهل سنت و الجماعت. ابواب برای مناقبشون هست، فضایلشون کاملا ذکر شده و حقوقی که دارن و درود فرستادن بر در واقع اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم این جزء فرایض نماز ما هست. اگر ما در نماز برای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم درود نفرستیم این در واقع نماز ما یک نماز ناقصی هست. این عقیده اهل سنت و الجماعت هست. اما تمام این موارد دور از افراط و تفریط هست. ما همون گونه که درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم شما سراغ ندارید که اهل سنت و الجماعت بیان و این افراطی رو که شیعه درباره علی دارن، درباره حسن، حسین و بقیه هم دارن، شما سراغ ندارید که اهل سنت این افراط ها رو درباره رسول الله داشته باشند یا درباره ابوبکر و عمر داشته باشند. همین شیعیانی که میان اهل سنت و الجماعت رو متهم میکنند که اینها چشم بسته معتقد به ابوبکر و عمر هستند و بکری هستند، عمری هستند و حق رو کنار گذاشتند و چسبیدن به ابوبکر و عمر و عثمان، شما بیایید در طول تاریخ اثبات بکنید که همین اهل سنت و الجماعت که از دیدگاه شما منحرف هستند، از دیدگاه شما از صراط مستقیم در واقع به بیراهه رفتند، بیایید ثابت بکنید که اهل سنت و الجماعت درباره ائمه خودشون دچار چنین غلو و چنین افراطی شده باشند. و اهل سنت و الجماعت الحمدلله در تمام میدانها میانه هست و این وسطیت و میانه روی این شعار اهل سنت و الجماعت است. در باب هم در باب عمل این وسطیت و اعتدال وجود دارد، هم در باب اعتقاد این وسطیت و اعتدال وجود دارد. در تمام زمین ها الحمدلله در میان تمام فرقه های اسلامی منتسب به در واقع اسلام اهل سنت و الجماعت معتدل ترین راه و معتدل ترین در واقع مسیر رفتن. به طور مثال درباره حضرت علی رضی الله تعالی عنه یک گروه اومدند ایشان رو در حد خدا بالا بردن، این روایاتی که من نشون دادم. گروه دیگری مانند خوارج و نواصب اومدن حضرت علی رضی الله تعالی عنه را یا برخی دیگر از اصحاب را کافر دانستند. اما اهل سنت و الجماعت در این زمینه وسط هستند، نه علی را در حد خدایی بردند و بالا به اصطلاح اون از مقام انسانیت فراتر میدونند و نه این که از اون شأن و مقام و منزلت واقعی که ایشان دارند چیزی را میکاهند و این همون صراط مستقیم و راه راستی هست که الله متعال به ما دستور داده که در طول زندگی پیروان باشه. بله، جزاکم الله خیر. من جهت اطلاع بینندگان عزیز خواستن شیعیان گرامی، ترجمه فارسی فرق شیعه نوبختی رو من پیدا کردم. دوستان اگر این صفحه رو نشون بدن، این ابو محمد نوبختی هست، فرق شیعه، فرقای شیعه از آغاز تا پایان سده 3 هجری، ترجمه امیر حسین خنجی. در این کتاب فرقای شیعه رو البته این نسخه ای است که بر اساس نسخه های مطابقت داده شده نجف و بیروت و قاهره این آماده شده. در این کتاب ما در صفحه 25 مطلبی رو که جناب استاد فرمودن در مورد فرقه سبعیه در اینجا میبینیم. چون علی علیه السلام کشته شد، فرقه‌ای که بر امامت او استوار بودند و میگفتند که پذیرش امامت او را الله بر مردم واجب کرده است، انشعاب یافتند و 3 فرقه شدند. فرقه گفتند که علی کشته نشده و نمرده است و کشته نخواهد شد و نخواهد مرد تا عربها را عصایش براند و زمین را پر از عدل و قسط کند، همچنان که پر از ظلم و جور شده است. یعنی فرقه اومدن ادعای مهدویت کردن بر حضرت علی.
اینها نخستین فرقه در اسلام بودند که بعد از پیامبر قائل به توقف بر یک امامی شدند و جانشین برای امام را قبول نکردند و نخستین فرقه بودند که عقیده به غلو را در انداختند. این فرقه سبعیه نامیده می شوند و پیروان عبدالله ابن سبع و او کسی بود که بدگویی از ابوبکر و عمر و عثمان و اصحاب پیامبر را مطرح کرد و قائل به تبرع از آنها شد و گفت که علی علیه السلام این را به او فرموده است. علی علیه السلام او را گرفت و درباره سخنانش از او جویا شد. او اقرار کرد که گفته است و فرمود تا او را بکشند. مردم فریاد برآوردند که یا امیرالمومنین، آیا کسی را میکشی که مردم را دعوت به حاکمیت اهل بیت و ولایت تو و براءت جستن از دشمنان تو میکنند؟ پس او را به مدائن تبعید کرد. و جماعتی از اهل علم از اصحاب علی علیه السلام گفتند که عبدالله ابن سبع یهودی بود و مسلمان شد و قائل به ولایت علی علیه السلام شد و وقتی یهودی بود درباره یوشع ابن نون پس از موسی همان چیزهایی را میگفت که در مورد مسلمانیش درباره علی علیه السلام پس از درگذشت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت و او نخستین کس بود که آشکارا درباره واجب بودن امامت علی علیه السلام و تبرع جستن از دشمنان او سخن گفت و با مخالفانش آشکاره به مخالفت برخاست. از اینجاست که مخالفان شیعیان گفتند که ریشه رافضه‌گری از یهودیت آمده هست و ادامه این مطلب که طولانی هست و دوستان میتونن به همین کتاب، به کتاب فرق شیعه نوبختی ترجمه فارسیش صفحه 25 مراجعه بکنن، صفحه 24 و 25 و 26 این مطلب رو بخونن. در اینجا یعنی حجت بر همه شیعیان که این برنامه رو دیدن و این مطالب را از این کتاب دیدن تمام شد. فردا روز قیامت اگر در پیشگاه خداوند الله سبحانه و تعالی شما را مخاطب قرار بده که شما برنامه منهاج السنه را از شبکه وصال حق دیدید و متوجه شدید که عصمت و امامت و غیبت و مهدویت و همه این اعتقاداتی که شما جز دینتون میدونید از یهودیت گرفته شده بنابر اعتراف اصحاب علی و علمای خودتون، پس شما چرا به این اعتقاد بودید و به این اعتقاد از دنیا رفتید؟ قبل از اینکه روزی بیاد که لا ینفع مال ولا بنون به خود بیایید و توبه بکنید و به راه قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برگردید. جناب استاد اگر سخن پایانی دارید. مطلبی نیست. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که بیننده برنامه بودید و از عزیزانی که همکاری کردن در تهیه و پخش این برنامه و از جناب مولانا عبدالقدوس دهقان و از همه شما عزیزان. الله یار و نگهدارتان باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.